یه پاس بلند رو برای رمضانی میفرسته، از منطقه چپ حرکت میکنه، ارسال به در محوطه جریمه، برگشت تو موقعیت برای رافعی هست به سمت دروازه که توپش راهی به چارچوب نداره. حالا دستور خودش میدمه، مسلمان به سمت دروازه به تیر هم برخورد میکنه و توپی که نظیفکار به کرنر فرستاد. مهدوی کیا پشت توپ هست، توپ ارسال میکنه به درون محوطه جریمه و توی دروازه. گل برای تیم داماش و جهانگیر عسکری موفق به گلزنی میشه. 24مین دقیقه عسکری اولین گل بازی رو به ثمر میرسونه. ملاحظه بفرمایید مهدوی کیا این گل توپ ارسال میکنه و عسکری به دور از دستان پور محمد اون رو به قعر دروازه فرستاد. آبشک توپو بلند میفرسته برای چاوشی و پور محمد یه لحظه توپ به دستش هم برخورد کرد و نهایتا جراحکار برای امید نظامی پور. مسلمان از دروازه خارج میشه، فراهانی به هر طریقی که هست آلوز توپ رو دور میکنه. رمضانی توپ ارسال میکنه به پشت محوطه جریمه، ضربه سر حیدری، برگشت توپ، موقعیت برای تیم ملوان در این ثانیه‌های پایانی. یه بار دیگه حیدری، نصرتی از او توپ میخواد، وارد محوطه جریمه میشن یاران ملوان، یه دور کامل میزنه نصرتی، حالا در عرض برای رمضانی، او هم ارسال میکنه و این ضربه سری که به بیرون میره.